سوال کننده میگوید نفس من خیر را دوست می‌دارد اما ضعیف است و پیش گناه طاقت نمی‌کند. هر وقتی که گناه را می‌بینم ضعیف می‌شوم. آیا دارو یا شفایی برای این حالت هست؟ آیا شما چیزی می‌دانید که مرا راهنمایی کنید؟ جواب: بله. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید خلق الانسان ضعیفا. به درستی که انسان ضعیف آفریده شده است. سوره نساء آیه 58. اما الله سبحانه و تعالی به تو سلاح داده است تا به آن نفس خود را قوی گردانی و این سلاح طاعت و فرمانبرداری پروردگار عظیم الشأن است. ذکر یاد او پروردگار، تفکر در آفرینش و بزرگی او تعالی، تفکر در آنچه که بر تو واجب است و این که تو روز نزد پروردگار خواهی رفت و مسئول اعمال خودت خواهی شد، مسئول اعمال خودت خواهی بود و بیاندیش که مردم نزد پروردگارشان حاضر میگردند و از کارهایشان پرسیده میشوند. تو سزاوار عذابی در گناهان و سزاوار پاداشی بر طاعت و عبادت. پس بیاندیش و نفس را از پیروی هوا خواهش های نفسی باز دار تا که تو را از راه الله گمراه نسازد. بدون که مردم به بدی میل دارند مگر آن کسانی که الله به او رحم کرده است. پس نفست را مجبور مکن که به خواهش هایت جواب بدهد. الله میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى نفس عن الهوى. اما آن که از مقام پروردگارش ترسید و نفس را از خواهشات باز داشت پس جای زیستش بهشت است. سوره نازعات آیه 40-41. پس هر وقتی که نفس تو را به گناه دعوت میکند آن را پنده و بفهمون که خطر بزرگ است و آن نافرمانی پروردگار است و اون نفس تهدید شده است به غضب الله و عذابش مگر آنکه پروردگار بیامرزد. ولی تو نمیدانی در کدام حالت میمیری. آیا الله تو را میبخشد یا نه؟ آیا برای تو عذری هست؟ آیا عذر تو پذیرفته میشود یا نه؟ پس از پروردگارت بترس و نفس را برای درست راهنمایی کن.